اگر یک پاکن داشتی چی رو از دنیا حذف می‌کردی؟ فقر و بدبختی. اول اینو بعد هشتگ و خب خیلی داره توی حق ما عطب و ظلم میشه توی همه جای کشور، همه کشورها. سلام. معرفی می‌کنی؟ اسما امیری. اسما امیری از کجایی؟ از همین قم. نه اصالت از کجایی؟ اصلی جان؟ از افغانستان. از کجا افغانستان؟ نمیدونم. دقیق نمیدونی. چرا؟ از مادر پدر نپرسیدی؟ نه. خب عیب نداره. یه سوالی دارم اینه که اگر یک پاکن داشتی چی رو از دنیا حذف می‌کردی؟ بدیا. چرا؟ خب مثلا که همه آدم مثلا با هم خوب باشن، اینا هیچ بدی دیگه. تا حالا بعدی از کسی دیدی؟ بله. کی بوده؟ دوستت؟ فامیلت؟ خب مثلا کلا دیگه از اکثریت آدمون دیگه. یعنی شما از مردم بدی دیدین؟ آره. و دوست دارین که همه مردم خوب باشن و بدی‌ها حذف بشه. بله. دست در نکنه. گفتنی برای بیننده‌ها چی داری الان می‌بینه؟ هیچ. گفتنی نداری؟ با هم مهربون باشین، دوست باشین، همدیگر دوست داشته باشین. آره دیگه مثلا باید با هم خوب باشیم، اینا بعدی وجود نداشته باشه، بعد دیگه مثلا آره دیگه. یه سوال خیلی مهمه برای بعضیا. جدی؟ میخواد حرف شما رو ببینه، نظر شما رو بشنوه. نه برای افغانستانه. فرق نمیکنه، آره افغانی، ایرانی، خارجی همه میبینن، تو یوتیوب هستش دیگه، همه میبینن، همه جور آدم. سلام. به نظر شما اگر یک پاکن داشتین چه چیزی رو از دنیا حذف می‌کردین؟ من راستشو بگم بله. جنگ رو حذف می‌کردم. واقعا دشمنی رو حذف می‌کردم. چرا مثلا؟ خوبه؟ نه به نظر یه دلیل داره بالاخره که تو ذهنتون بوده. ببین جنگ چی داره؟ خونریزی داره، مشکلات داره، بدبختی داره، گرفتاری داره، خراب کردن داره. چرا آخه؟ بله. واقعا. یک پاکن داشتی چی رو از دنیا حذف می‌کردین؟ بی‌عدالتی رو. چرا؟ خب خیلی داره توی حق ما عطب و ظلم میشه توی همه جای کشور، همه کشورها. تا حالا خودتونم بی‌عدالتی دیدین؟ خیلی زیاد. تو کار دولت بوده، کجا بوده؟ تو مدرسه، توی مثلا کارهای بانکی، تو ایران زیاد دیگه. اول اینو بعد هشتگ و چرا اینو حذف می‌کردین؟ خوشم نمیاد ازش خیلی. آره. بعد چی چیزی رو خوشتون نمیاد؟ بعد اسکله مقدار. آره. دیگه گفتنی نداری؟ بعد دیگه بیشورا رو، بیزاتا رو، آدمای دور. آره اینا رو همه رو حذف. خیلی ممنونم. اگر یه پاکن داشتی؟ آره. پاکن برای این چیزه که چیزی که پاک میکنه اشتباهات رو پاک میکنه. یه پاکن داشته باشین دیگه همه گناه ها رو حذف می‌کرد دیگه. کسی گناه نمی‌داشت دیگه. نه شما تو این دنیا که زندگی میکنید چی چیزی رو میخواستین پاک بکنین؟ فکر کنین این پاکن دست شماست، یه چیزی رو میخواین پاک بکنید، چی رو میخواین پاک کنین تو این دنیا؟ چی چیزی رو اشتباه میبینید؟ کثیفی مثلا جایی که مثلا کثیف باشه اونو میخوای پاک کنی. درست. بعد چیز دیگه ای؟ چیزی دیگه نمیمونه دیگه. اون مثلا غم، اندوه، کشتن، جنگ. خب این همه چیزی با اون پاکن دیگه پاک میشه دیگه خودش. میگه یه چیز آره یه چیز. هیچ چیز رو پاک نمیکنن، ول کنه همینجوری خوبه. همینجوری خوبه؟ فرق کنه اشکالی نداره دیگه. تشکر ممنون. اگر یک پاکن داشتی چی رو از دنیا حذف می‌کردی؟ فقر و بدبختی. چرا؟ واقعا سخته دور و بریای خودی که میبینم بنده خدا توی شرایط اینجوری خیلی مثلا تنگ دستن و خیلی بد زندگی میکنن. تشکر. سلام. اگر یک پاکن داشتین چی رو از دنیا حذف می‌کردین؟ اگر داشته باشین